نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عني بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در برنامه امشب می‌خواهیم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و حرمت مسلمان صحبت بکنیم و سبب انتخاب این موضوع هم جریان وارد شدن گروهی از افراد طالبان یا امارت اسلامی به خانه رئیس سابق دانشگاه بلخ که یک خانومی در خانه ایشان بوده و ادعا شده که ایشان با این خانم روابط نامشروع دارن. فیلمی هم در این مورد پخش شده که حالا انشاءالله قسمت های از این فیلم رو خدمت شما عزیزان در ادامه برنامه پخش خواهیم کرد. اما نخست بیاییم در مورد حرمت مسلمان صحبت بکنیم. آیات، روایاتی که در این مورد ثابت است. بعد از اون در مورد شروط امر به معروف و نهی از منکر صحبت بکنیم و اینکه این گونه اعمال آیا از نگاه شرعی درست است یا نیست و همچنین پخش و نشر این گونه فیلم ها از نگاه شرعی چه حکمی دارد و موضوعات دیگری که انشاءالله در لابلای این برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد. اما در دین مبین اسلام برای هر موجودی، چه انسان باشد چه حیوان باشد، انسان مسلمان باشد یا کافر باشد، در حالت صلح، در حالت جنگ، حتی با اسیران جنگی، برای هر یک از این مواردی که ذکر شد و موارد دیگر حدود و حرمت‌هایی در دین مبین اسلام بیان شده است. حتی روابط اجتماعی بر پایه حرمت در دین مبین اسلام تفسیر و توضیح شده است. حرمت بین حاکم و محکوم، حرمت بین مسلمان‌ها، حرمت بین خانواده‌ها، بین پدر و مادر و فرزندان، بین علما و عامه مردم و همه این موارد رو در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان کردن و قبل از اون در قرآن کریم ذکر شده. برای بیان حرمت مسلمان به یک حدیث بسیار عظیم و بزرگ که در یک روز عظیم و بزرگی در مکه مکرمه در حجة الوداع، در آخرین حج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است، خدمت شما عزیزان قسمت‌های از این روایت رو بیان می‌کنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یوم النحر، روز عید قربان، روز قربانی، روزی که بعد از اینکه حجاج از عرفات به مزدلفه آمدن و شب رو در اونجا گذراندن، فردای اون به طرف سرزمین منا میرن، جمرات رو میزنن و بعد از اون قربانی میکنن. و کسانی که به حج نرفتن در بقیه کشورها در این روز نماز عید رو میخوانند و بعد از اون قربانی میکنن. این روز رو در بین ایام حج
به یوم نحر یا یوم قربانی، روز قربانی معروف است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این روز بزرگ آمدن و مردم رو جمع کردن. همه قربانی کرده بودن و خلاصه در منا جمع بودن. در بعضی روایات میگن بیش از 100,000 نفر بودن در اون حج. فرمودن یا ایها الناس، ای انسان ها. این خطاب یا ایها الناس در قرآن و در حدیث من به عنوان خطاب ها و پیام های بین المللی اسلام اینها رو ذکر می کنم. ما یک پیام های خاص داریم، میگن یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون. اینا خاص است برای مسلمان ها. یکی پیام هایی است که در شروعش میگه یا ایها الناس. در قرآن کریم هم زیاد داریم آیاتی که یا ایها الناس آمده. فرمودن یا ایها الناس ای یوم هذا، امروز چه روزی است؟ همه ساکت شدن. حتی بعضی از صحابه میگن ما تصور کردیم که اسم روز رو میخوان عوض بکنن. و این احترام و ادب صحابه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میپرسیدن جواب نمیدادن، یا اگر جواب میدادن میگفتن که الله و رسوله یعلم، یا الله و رسوله اعلم، الله و رسولش بهتر میدانند. بعد از اینکه چند بار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن، گفتن یوم حرام، امروز روز حرام است، یعنی یک روزی است که حرمت داره. فای بلد هذا، این چه سرزمینی است؟ خب بعد از چند بار که پرسیدن، صحابه جواب دادن که بلد حرام، سرزمینی است که حرمت دارد. سرزمین مکه مکرمه جمله سرزمین هایی است که دارای حرمت است. فای شهر هذا، این کدام ماه است؟ صحابه بعد از چند بار که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن، فرمودن که این ماه حرام است، یعنی ماهی که حرمت دارد. فرمودن فإن دماءکم، خون شما در بینتان، و اموالکم، و اموال شما، و اعراضکم، و ناموس شما، علیکم حرام، در بین شما حرمت دارد، بر یک دیگرتان حرام است. که حرمت یومکم هذا، مانند حرمت امروز، فی بلدکم هذا، در این شهر، و فی شهرکم هذا، و در این ماه. همانطوری که این ماه و این سرزمین و این روز حرمت دارد، خون شما، مال شما و ناموس شما حرمت دارد، حرام است بر یک دیگرتان. فعادها مرارا، چندین بار این را تکرار کردن. ثم رفع راسه فقال، بعد از اون سر مبارکشان را بلند کردن و فرمودن اللهم هل بلغت، پروردگارا آیا پیامت را رساندم؟ اللهم هل بلغت، و 3 بار تکرار کردن. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما راوی حدیث میگه فوالذی نفسی بیده انها لوصیت الى امته، قسم به ذاتی که جانم در گرب اوست، این وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای امتش بود. پس همانطور که خون یک مسلمان حرام است، مال یک مسلمان بر دیگری حرام است، عزت و شرف و ناموسش هم بر مسلمان دیگر حرام است. حرمت خون نه تنها در این حدیث، حتی در قرآن کریم برای ما ثابت شده که الله متعال می‌فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. کسی که یک مؤمنی رو بکشه، پاداشش چی است؟ جزایش چی است؟ جهنم، جاویدان در آنجا میماند. و غضب الله علیه، الله متعال بر او غضب میکند. و لعنه، و بر او لعنت میکند. و عد له عذابا عظیما، و بر او یک عذاب بزرگی رو در آنجا آماده کرده است. در آیه دیگری میفرماید که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، هیچ نفسی رو که الله متعال کشتنش رو حرام کرده باشه شما نباید بکشید مگر به حق. به حق یعنی
قتل کرده، در مقابل قتل اعدام میشه. یا عملی انجام داده که مستحق قتل باشه، قتل میشه. اما بدون دلیل هیچ انسانی رو، چه کافر باشه چه مسلمان، نباید کشته بشه. ذالکم وصاکم به، این وصیت الله سبحانه و تعالی است به شما. اونجا وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، اینجا وصیت الله متعال است. لعلکم تتقون، تعقلون، تا شما از عقل خودتون استفاده، عاقل بشید. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که لن یزال المؤمن فی فسحة من دینه ما لم یصب دما حراما. مؤمن در وسعتی از امور دینش است، یعنی راحت است، آسوده است، مشکلی نداره، تا وقتی که یک خونی رو که حرمت داره به زمین میریزه. کشتن یک برادر مسلمانش، کشتن یک انسان، کشتن یک حتی کافری که در سرزمین اسلامی زندگی بکنه، یا کافری که بین آنها و بین مسلمانان عهد و پیمانی است، یا کافری که بر مسلمانان تجاوز نکردن، حمله نکردن، غیر نظامی هستند، انسانی که با مسلمان ها درگیر نیست ولو اینکه کافر باشه، حرمت داره. و حدیث معروفی هست که صحابه در یک جنگی بودن، یک انصاری در کنار اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما در جهاد بودن که یک کافری از سربازان کفار وقتی که درگیری شد و خلاصه مسلمانان بر آنها غالب شدن، این انصاری شمشیرش رو بلند کرد که این رو بزنه. این کافر گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. انصاری دستش رو برداشت، نزد. اما اسامه بن زید زد گردن طرف رو و او رو کشت. انصاری به اسامه میگه یا اسامه، یک شهادتین گفت، والله این داستان رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر میکنم. رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و حکایت رو ذکر کرد. انصاری به اسامه گفتن یا اسامه قتلته بعد ما قال لا اله الا الله، بعد از اینکه لا اله الا الله گفت زدی او رو کشتی. این رو هی تکرار میکردن. اسامه ای بهانه می آورد، عذر پیش میکرد، یا رسول الله از ترس گفت، یا رسول الله حالت جنگ بود، یا رسول الله او از سربازان دشمن بود. و تنها حرفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میزدن قتلته بعد ما قال لا اله الا الله، بعد از اینکه لا اله الا الله گفت رو کشتی. و امروز ببینید که مسلمانان در همین جنگ‌های داخلی در افغانستان دیدیم، در کشورهای مختلف، در ایران و عراق، در سوریه، در عراق، هر دو طرف مسلمان، هر دو طرف الله اکبر میگفتن و گردن هم دیگر رو میزدن. اسامه در ادامه میگه که در اون روز آرزو کردم که ای کاش تا الان، تا این لحظه مسلمان نشده بودم و امروز مسلمان میشدم که مرتکب این گناه بزرگ نشم. پیامبر هرچی عذر میکرد اسامه میگفتن که قتلته بعد ما قال لا اله الا الله، ای او را کشتی بعد از اینکه لا اله الا الله گفت. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان، وظیفه ما فرستادن انسانها به جهنم نیست. وظیفه ما این است که مردم را از آتش جهنم نجات بدیم. کشتن، شکنجه کردن، اذیت و آزار کردن هدف اسلام نیست. هدف اسلام نشر مکارم اخلاق است. هدف اسلام نجات مردم از آتش جهنم است. در مورد حرمت مال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد اوجب الله له النار. کسی که حق یک برادر مسلمانش رو ضایع میکنه، از بین میبره یا برای او مسلط میشه، بر او آتش جهنم واجب میشه. و حرم علیه الجنه، و بر او جنت حرام میگرده. فقال له رجل و این کان شیئا یسیرا یا رسول الله، اگر یک چیز خیلی اندکی هم باشه، و این کان قضیبا من اراک، یعنی عودا من السواک، یعنی حتی اگر یک چوب مسواک برادر مسلمان تو هم به ناحق بگیری، این بلا سرت میاد که بر تو جهنم واجب میشه و الله متعال بهش رو بر تو حرام میکنه. و الله متعال میفرماید که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتان را
به ناحق نخورید، اموال یکدیگر رو به ناحق نخورید. حرمت عزت و شرف و ناموس مسلمان هم از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل مسلم علی مسلم حرام دمه و ماله و عرضه. هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرمت دارد، بر او حرام است خونش، مالش و ناموسش. به هر صورت دین مبین اسلام این حرمت ها را ارج می نهد و مسلمان ها را تشویق می کند که این کار را نکنند. به خاطر همین در حدیث دیگری در شب اسراء و معراج در ابو داود این روایت آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم با جبرئیل علیه السلام برای قومی عبور کردند که ناخنان آهنین داشتند و سر و صورت خودشون رو میکندن. پرسیدن یا جبرئیل من هؤلاء، اینها کیا هستند؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. اینا مردمانی هستند که غیبت میکردن، زن فلانی اینطوری است، دختر فلانی اینطوری است، ماشین فلانی اینطوری است، خانه فلانی اینطوری است. غیبت چی است؟ بعضیا رو بگید غیبت نکن، میگه من که دارم راستشو میگم. اگر راست گفتی غیبت است، اگر دروغ گفتی بهتان است، یکی از دیگری بدتر. و در تعریف غیبت میگن که هر حرفی که اگر در مورد شخصی گفته شود که او اگر بشنود ناراحت شود غیبت است. و اینها غیبت میکردن و به دنبال ناموس مردم بودن، جاسوسی میکردن که این زن این فلانی کجا میره، دختر فلانی چیکار میکنه، این با کی ارتباط داره. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم با صدای بلند در سر منبر گفتن یا معشر من اسلم بلسانه ولم یفض الایمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم. ای کسانی که به زبانتان ایمان آوردید و ایمان هنوز در قلبتان جای نگرفته است، مسلمانان را اذیت نکنید و اونها را توبیخ و عیبگیری نکنید. ولا تعیروهم یعنی یک طرفی مثلا 1 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش یک مشکلی داشته، شراب میخورده، زنا میکرده، دزدی میکرده، گناه کبیره صغیره میکرده، پدرش مشکلی داشته، خانوادهش مشکلی داشتن، قوم و قبیلش مشکلی داشتن. امروز ای بهش طعنه نزنید، والا تو همون کسی هستی که فلان کار را کرده بودی، پدرت همون کسی است که فلان کار را کرده بود. چقدر زیاد است در بین خانواده، طرف با عروسش یک مشکلی پیش میشه، پدر تو فلانی بود که فلان کار کرده بود. یا با یک نفر یک مشکلی، جنگ و دعوایی میشه، شروع میکنه که قبیلت اینطوری است، قومت اینطوری است، عمود اینطوری بود، داید اینطوری بود، پدر و مادرت اینطوری بود. این خیلی زشت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی که این کارا رو میکنن میفرمایند که اینا هنوز ایمان در قلبشون جای نگرفته. یک روز قبل اگر طرف زنا کرده، شراب خورده، هر گناهی مرتکب شده، امروز اگر توبه کرده شما اون گذشته‌شو براش ذکر نکنید. اما بعضیا تا یک مشکلی با طرف ایجاد بشه چیکار میکنن؟ بیوگرافی گذشته طرف رو میکنن که فلان و علان بوده. و در ادامه این حدیث میفرمان ولا تتبعوا عوراتهم، امور پنهانی مردم را تتبع نکنید، پیگرد نکنید، تعقیب نکنید که مردم تو خونه‌هاشون چیکار میکنن، تو ماشینش چیکار میکنه، تو دفترش چیکار میکنه، در پنهان چیکار میکنه. فانه من تتبع عورت اخیه مسلم، کسی که امور پنهان و اسرار برادر مسلمانش رو پیگرد بکنه، در پی آنها باشه که کشف بکنه که این چیکار میکنه، تتبع الله عورته، الله سبحانه و تعالی امور پنهانی خود این شخص رو پیگرد، به اصطلاح در زیر پیگرد قرار میده. و من تتبع الله عورته یفضحه ولو فی جوف رحله، اگر که کسی به دنبال اسرار پنهانی مردم باشه، الله متعال او رو مورد پیگرد قرار میده و بعد از اون ولو این که در گوشه خانه‌ش هم باشه الله متعال او رو رسوا میکنه، یک چیزی رو سبب میگردانه که این شخص در بین مردم رسوا بشه.
حتی انسان غیر مسلمان در جامعه اسلامی حرمت داره. الله متعال میفرد ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم را تکریم کردیم، کرامت بخشیدیم. این آیه خطاب به همه انسان هاست، چه کافر باشد چه مسلمان باشد. و از بزرگترین تکریم الهی برای انسان این است که یهودی، نصرانی، کافر، مسلمان همه رو مورد خطاب قرار داده. الله متعال از بالای 7 آسمان میاد این انسان ضعیف و ناچیز ولو اینکه کافر باشه او رو مورد خطاب قرار میده، او رو دعوت میکنه به صلاح و رستگاری. پس همه در نزد الله سبحانه و تعالی حرمت دارن، ولکن معیار چی است؟ تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نباید به کسی توهین کرد، چه کافر است چه مسلمان. نباید به کسی اهانت کرد، چه کافر است چه مسلمان. و عدالت رو در مقابل حتی کفار هم باید مراعات بکنه انسان. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. ای انسان ها در مقابل الله سبحانه و تعالی، در مقابل حدود الله سبحانه و تعالی بیستید، به عدالت و قسط شهادت بدهید. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. و دشمنی شما با یک قومی سبب این نشه که شما عدالت نکنید. اعدلوا، عدالت بکنید. هو اقرب للتقوى، نزدیک است به تقوا و پرهیزگاری. واتقوا الله، و در تقوای الهی پیشه کنید. ان الله خبیر بما تعملون، الله آگاه است با آنچه که شما انجام میدهید. حتی در مورد کفار ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. حرمت خون مسلمان در نزد الله سبحانه و تعالی و هر انسان چه کافر باشد چه مسلمان محفوظ است. و برای اینکه روابط اجتماعی ما، امور زندگی ما طبق هدف اساسی اسلام که نشر و پخش مکارم اخلاق است برنامه ریزی بشه، یک سری مسائل رو الله متعال میاد در روابط اجتماعی بین ما تنظیم میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا یسخر قوم من قوم، یک قومی قوم دیگر رو مسخره نکنه. یه هزاره رو ببین، یه ازبک رو ببین، یه ترکمن رو ببین، یه پشتون رو ببین، این کرد رو، ای افغانی رو ببین، این ایرانی ها اینطوری هن، چینی ها رو ببین قیافشون چطوریه، این مغول، این تاتار، این آمریکایی، این ژاپنی، این روسیه. لا یسخر قوم من قوم، قوم دیگری رو مسخره نکنن. عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید اون از شما بهتر باشد در نزد الله متعال. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. هیچ زنی، هیچ زنهای دیگری رو مسخره نکنن، چون بیشتر این تمسخرات اینا از جانب بانوان در مجالس خاصشون صورت میگیره. الله متعال اونا رو منع میکنه به شکل خاص. ولا تلمزوا انفسکم، شما بر روی هم دیگر نام نگذارید، کنایه نگید، طعنه نزنید به هم دیگه. ولا تنابزوا بالالقاب، به هم دیگر لقب نگذارید. چقدر زشت است نه در جوامع ما ببینید لنگ فلانی، کور فلانی، کلته است و کوتاه است و دراز است و نمیدونم سیاه است و سفید است و مثلا به یکی بپرسی احمد می کدوم احمد؟ احمد چاق، احمد لاغر، احمد کوتاه، احمد دراز، احمد فلان. چرا اسم میگذارید سر مردم، لقب میگذارید؟ خیلی زشت است. متاسفانه در تاجیکستان، در افغانستان، حتی در ایران این اسم گذاشتن ها خیلی زشت است. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، چه بد است که انسان مرتکب فسق و فجور شود بعد از ایمان. و من لم یتب فاولئک هم الظالمون، اگر کسی توبه نکند از اینا الله متعال اونها را جمله ظالمان قرار میدهد. در اسلام آزادی اعتقاد است، حتی برای کفار. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. مردم رو مجبور نکنید مسلمان بشن. هیچ جبر و اکراهی در مسلمان شدن نیست. یهودی است، نصرانی است، از هر دین و مذهبی که است،
حق نداری رو مجبور بکنی که شهادتین بگه و مسلمان بشه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که لشکرها رو برای جنگ میفرستادن به اونها میگفتن که برید به نام الله سبحانه و تعالی بجنگید با کفار. ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى 3 خصال. خیانت نکنید، مثله نکنید، بر آنها زور نگید، کودک را نکشید. یعنی اونایی که در جنگ هستن فقط با اونها بجنگید، به غیر نظامیان کاری نداشته باشید. آنها را به 3 چیز دعوت بکنید: یا اسلام بیارند، یا آزاد بگذارید جزیه بدن، بر دین خودشون بمانن. اگر قبول نکردن با آنها بجنگید. یعنی حتی در جنگ مسلمانی نیست که بره غافلگیر بکنه دشمن رو، اونها را قتل عام بکنه. نه، قبل از حمله به اونها این 3 پیشنهاد رو بده. هر کدومش که قبول کردن ازشون بپذیره. بر صورت اینا حرمت مسلمان است و در مورد حرمت مسلمان هر چقدر صحبت بکنیم در قرآن و حدیث کم است. در مورد حرمت انسان هر چقدر صحبت بکنیم کم است. حالا یک عده‌ای آمدن در افغانستان، در ایران به نام گشت ارشاد است، در حکومت ولایت فقیه رافضی، و در ولایت فقیه سنی ما در افغانستان به نام امر بالمعروف و نهی از منکر است. ولایت فقیه سنی که گفتم یعنی متاسفانه ما یک شکل کاپی ولایت فقیه سنی داریم در افغانستان. نه شوراست، نه رأی مردم است، یک نفر برای همه ملت تصمیم میگیرد. این ولایت مطلقه فقیه است و این در اسلام جایی ندارد. در نظام اسلامی اصل شورا است و امرهم شورا بینهم. امور مسلمان ها باید با شورا باشد. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر بود، یعنی حرف الله و رسولش بدون هیچ برو برگشتی حکم قاطع است، قانون است، شریعت است. با این حال در تطبیق همین شریعت هم الله متعال به پیامبرش امر میکنه که و شاورهم فی الامر، با اونها مشوره بکن در امورت. پیامبر الهی مأمور مشوره کردن است با مسلمان ها. فاذا عزمت فتوکل الله، اگر عزم کردی توکل بکن به الله سبحانه و تعالی. امروز در خیلی از امور زندگی ما کسی با کسی مشوره نمیکنه. حاکم با محکوم مشوره نمیکنه. یک نفر یا چند نفر در یک جای می نشینن برای همه امت تصمیم میگیرن، برای همه ملت تصمیم میگیرن. امروز اگر جمعیت افغانستان مثلا 40 میلیون باشه، 40 میلیون جمعیت افغانستان حق دارن که در امور کشورداری با امیر مومنین، با حاکم، با رئیس جمهور، با هر کسی که هست، حالا هر اسمی سرش میگذارید، حق دارن که مشوره بکنن. شورا یکی از اصول حکومتداری اسلامی است. امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات است. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یک وزارتخانه دولتی نیست. بزرگترین خیانت به اسلام و به مسلمانان این است که در یک کشوری وزارتی به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر درست بشود و تعدادی انسانهای حقوق بگیر، کارمند دولت در آنجا استخدام شوند. وظیفه اینها چی باشد؟ امر به معروف و نهی از منکر و آخر ما حقوق بگیرن از دولت. خیلی از چیزا در یک حکومت اسلامی نباید دولتی باشد. مسجد نباید دولتی باشد، مدرسه نباید دولتی باشد، امر به معروف و نهی از منکر نباید دولتی باشد. اگر مسجد دولتی شد، در حکومت‌ها فرعون ایجاد می‌کند و علما تبدیل میشن به بلعم باورا. چون مسجد اگر دولتی شد،
امام مسجد، خطیب مسجد حقوق بگیر دولت هست، هر چی که دولت گفت همان را انجام میدهد. در طول تاریخ اسلام تا 100 سال قبل مساجد مستقل بودن، مساجد تابع دولت نبودن، دولت تابع مساجد بود. دولت مشروعیت خود را از مساجد می گرفت. امروز برعکس مساجد ما مشروعیت خودشان را از دولت می گیرن. ساختن وزارتی به نامش وزارت شؤون اسلامی یا وزارت اوقاف که مساجد را تحت چتر دولت اداره می کند، بزرگترین خیانت به اسلام و مسلمانان و حکومت اسلامی است. ما با کسی مجامله نداریم و هدف دولتی کردن مساجد این بود که از مساجد برای مشروعیت دولت‌های غیر مشروع تاییدیه بگیرن. مسجد را خریدن، امام را خریدن، خطیب را خریدن، حقوق بگیر دولت شدن و بعد از اون وضعیت مسلمان‌ها به اینجا رسید. امر به معروف و نهی از منکر بنا بر نص قرآن کریم وظیفه همه امت اسلامی است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما امتی هستید که به الله ایمان آوردید و از بین انسانها شما را بهترین امت برگزیدیم. چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر میکنید. وظیفه من، وظیفه تو، وظیفه او، وظیفه همه ما امر به معروف و نهی از منکر است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام شما مسئول هستید و هر کدام شما در قبال زیر دستان خود مسئول است. حاکم مسئول است، عامه مسلمان ها مسئولن، علمای مسلمان ها مسئولن، زن در خانه مسئول است، مرد در خانه مسئول است. همه اینها مسئولیت دارن. بزرگترین مسئولیت یک انسان امر به معروف و نهی از منکر است. در جامعه‌ای که این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دولتی شد، یک گروهی میان به عنوان وظیفه این کار رو انجام میدن در ساعات معین و بعد از اون چون حقوق بگیر است دیگه نمیتونه که در 24 ساعت کار بکنه، 8 ساعت کار میکنه، بعد از اون میره خونهش، جامعه ولو شده. هر کسی بگه خب فلانجا فلان منکر است، میگه وظیفه من نیست، وظیفه امر به معروف است. جایی هم اگر مشکلی دید با امر به معروف تماس بگیرید. و مردم بر اساس دوستی، دشمنی، کینه، عداوت از امر به معروف برای تشفی، برای انتقام گیری هم استفاده میکنن. یک از دوستان میگه در بند قرقه از 8 صبح تا 4 عصر امر معروف وایستاده، یک زن اجازه نمیده که وارد بشه. بعد از ساعت 4 عصر همه زنها و خانواده میریزن تا صبح در اونجا هستن، کسی هم نیست که مانع بشه. اگر حرام است 24 ساعت حرام است، اگر حلال است 24 ساعت حلال است. اما اینا حقوق بگیر هستن. خب وقت تایمش که تموم شد دیگه باید بره برگرده. پس امر به معروف وظیفه همه امت است و ساختن ارگانی به نام امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین خیانت و ضربه به اسلام و مسلمان هست. و امارت اسلامی در افغانستان با تأسیس امر به معروف ضررهای این را، اگر یک کمیته‌ای باشد، مؤسسه‌ای باشد که بررسی بکند، بحث بکند، پژوهش بکند، تا حالا شاید ضررهاشو برای دولت مردان بیان بکنن، یا در سالهای آینده خواهند دید که بزرگترین اشتباه تخصیص یک اداره به نام امر به معروف و نهی از منکر است. احتساب یکی از ویژگی‌های حکومت اسلامی است که تعدادی از مردم، علما، فقها، اهل علم، دعوتگران به طور داوطلبانه در بین مردم محتسب چرا میگن؟ یحتسب اجره عند الله، یعنی پاداش از الله میگیره، حقوق بگیر دولت نیست. این محتسب دولت هم نصیحت میکنه، دولت هم امر معروف و نهی از منکر میکنه. ما در حدیث صحیح داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند الدین نصیحه. این رو برای شما این حدیث رو بیارم که دقیقاً متن حدیث رو برای شما
بیان بکنم. الدین و نصیحه. رسول الله صلی الله فرمودن دین نصیحت کردن است. نصیحت چی است؟ امر معروف و نهی از منکر. قلنا لمن یا رسول الله، گفتیم برای کی یا رسول الله؟ قال لله، برای الله، ولکتابه، و برای کتاب الله، ولرسوله، و برای رسول الله، ولائمة المسلمین و عامتهم، برای امرای مسلمان ها و برای عموم مسلمان ها. یک مسلمان عادی ولو اینکه هیچ جایگاهی در بین جامعه نداشته باشد حق دارد که حتی حاکم مسلمان ها را نصیحت بکند، طبعا طبق شروط. و حاکم مسلمان ها حق دارد عموم مسلمان ها را نصیحت بکند طبق شروط. در مورد شروط و ضوابط امر معروف و نهی از منکر هم صحبت میکنیم و بعد از اون کلیپی رو خدمت شما پخش خواهم کرد که اصل موضوع برنامه ما ارتباط داره با این کلیپ. امر به معروف و نهی از منکر باید با علم باشه. یعنی شما اگر یک جای یک منکری رو دیدید نرید اونجا سر و صدا را بندازید این چه وضعشه، این چه کاری داری انجام میدی، برو گم شو، از خدا بترس، فلان فلان. نه، اینطوری نه، با علم باید باشه. علما میگن که لا یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر الا من کان فقیها فيما یأمر به فقیها فيما ینهی عنه. نه اینکه فقیه باشه، عالم مجتهد باشه، آیت الله باشه، مولانا باشه، نه، یعنی باید بدانه که از چه چیز امر میکنه و به چه چیز امر میکنه و از چه چیز نهی میکنه. به طور مثال کسی را اگر دید که مثلا به طرف زنی داره نگاه میکنه در بازار، بره سلام علیکم برادر، حال شما خوبه، اسم شما چیه؟ محمود، احمد، علی. میبخشید یک چیزی رو میخواستم بگم بهتون، بفرمایید. طرفم با خوبی برخورد بکنی، با خوبی برخورد میکنه. الله متعال در قرآن کریم میفرماید و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مؤمنان که چشمهای خودشان را از نامحرم بپوشانند. و این کاری که شما دارید انجام میدید مخالف امر الله و رسولش است. قبول کرد به خوبی، خوب. قبول نکرد، فوشت داد، اذیتت کرد، حق نداری باش بجنگی، باش دعوا بکنی، درگیری ایجاد بکنی، توهین بهش بکنی. نه، امر وظیفت رو انجام دادی. این است امر معروف و نهی از منکر. قاعده دوم این است که وقتی که شما دارید امر معروف و نهی از منکر میکنید باید الاولا فالاولا علما بهش میگن. یعنی چی؟ به امور مهم مردم رو، چیزی که مهمتر از مهم باشد. به طور مثال یک جای رفتید دیدید که یک نفری داره مثلا با دست چپ آب می نوشه، خب این خلاف سنت است. وقت نماز است و مردم دارن به طرف مسجد میرن، الان شما این رو به چی چیز امر میکنید؟ دارید میخوای نصیحتش بکنید، شروع کن اینجا نیم ساعت بهش توضیح بده که نوشیدن و خوردن با دست چپ حرام است و جایز نیست و خلاف سنت است فلان. نه، اینجا مهمتر از با دست چپ نوشیدنش این است که شما او رو امر بکنی به این که برادر وقت نماز است، بریم با هم وضو بگیریم، نمازمون رو در مسجد بخوانیم. یعنی آنچه که مهمتر و اولاتر است. من در نقد بعضی از دعوتگران سلفی یک زمانی گفته بودم که مثلا رفتن افغانستان روز اول تو مسجد شروع کردن به رفع الیدین و آمین به جهر و گفته بودم که این حماقت است و اینها احمقن. بعضیا ناراحت شده بودن که شما توهین کردید. بعضی هم از خباثت اومدن گفته بودن که سنت پیامبر رو میگه حماقت. نه، اینا بد فهمیدن. الان در همون منطقه اینا که رفتن فتنه ایجاد کردن در بین مردم به نام رفع الیدین و آمین به جهر، در همونجا زیارتی هست که مردم میرن دورش طواف میکنن، طلب حاجت میکنن، استغاثه میکنن به صاحب قبر. در اینجا توحید مهمتر است یا سنت مهمتر است؟ یا نفل یا مستحب مهمتر است؟ در اینجا توحید مهمتر است. اصل دین توحید است. اصل دین لا اله الا الله است. تو برو اول عقیده مردم رو درست بکن، اول توحید و دوری از شرک رو به مردم آموزش بده، بعد برو به سراغ
سنت ها و مردمی که توحید عقیدهشون درست بشه آهسته آهسته خود به خود خودشون میان به طرف سنت. پس اینجا اولویت را در نظر گرفتن مهمترین اصل امر به معروف و نهی از منکر است. گاهی اوقات یک امر به معروف و نهی از منکری که ما میخوایم انجام بدیم سبب یک منکر بزرگتر میشه. مثلا طرف رفته در مجلس عروسی است، این برای خودمون اتفاق افتاد. یک از علما بود در یک مجلس عروسی، ما از 20 سال 25 سال به این طرف در مجالس برنامه اسلامی ایجاد می‌کردیم که اولین برنامه اسلامی رو ایجاد کردیم. روز اول خیلی سختی‌ها کشیدیم، خیلی اذیت کردن، منتها آهسته امروز مد شد. امروز در خیلی از مناطق می‌بینیم که در عروسی‌ها به جای ساز و سرود و منکرات اینها مردم، البته نه به شوری شور نه به بی‌نمکی، یعنی بعضی آمدن کلا مجالس عروسی رو تبدیل به عزا کردن. یک طرف میاد اونجا 1 ساعت شعر سخنرانی میکنه، این غلط است. یا اینکه بیاد سراسر مجلس موسیقی باشه و رقص و بازی باشه، اینم غلط است. بلکه مجالس عروسی تبدیل بکنیم به یک مجالس خوشحالی که در اون منکر نباشه، مسابقات باشه، هدایا باشه، شوخی‌های جایز باشه، حالا یک وعظ و نصیحتی هم باشه. در یک مجلسی در اون سالهای اول یک عالمی رو دعوت کردیم بیاد صحبت بکن. در مجلس نشستن، خب 300 400 نفر در سالن بزرگ نشستن، مایک رو گرفت، بسم الله اعوذ بالله و صلات و سلام علی رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعفوا اللحى واقصوا الشوارب. شروع کرد در مورد فضیلت ریش صحبت کردن و شروع کرد به کوبیدن کسایی که ریشاشون رو میتراشن. اینا ملعونن و اینا فاسقن و اینا فاجرن. حالا 80% مجلس همه ریش تراشیده بودن. هر کدومشون در حالی که داشت فوش میداد از مجلس خارج شد. آخر همین مایک و دم و دستایی که داشتیم خلاصه جمع کردیم و یک موسیقی بلندی هم گذاشتن اونجا، یک یعنی بیرونمون کردن. غلط است این. هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد. در اونجا تو به جایی که بیایی در مورد مسائل ازدواج، حالا در لابلایش حرمت موسیقی و نمیدونم فلانیش رو صحبت، اون در مورد فضیلت ریش داره صحبت میکنه که اینجا جاش نیست. فضیلت ریش رو برو در خطبه جمعه صحبت بکن که دیگه کسی هم جرأت از مسجد خارج شدن هم نداشته باشه. گاهی اوقات منکر و معروف اینا با هم مخلوط میشن. یک مثلا طرف بزرگ یک قومی هست، حالا یک امر منکری رو انجام داده، تو بیا در بین طرفدارانش و افرادش و در یک مجلس این آقای فلان فلان شده که داره فلان منکری رو انجام میده. خب این جایز نیست. تا الان زدی طرف رو در بین قومش و خیشش و در بین طرفدارانش آبروش رو بردی، مرتکب منکری شدی که از اون منکری که اون داشت انجام میداد بالاتر است، در حالی که تو فکر میکنی که داری امر به معروف میکنی. و این رو خیلی باید دقت بکنن. بعضی از محتسبین یا کسایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، خاصا در امارات اسلامی، مردم رو در مسائل اختلافی فقهی امر به معروف و نهی از منکر میکنن. رفع الیدین نکن، آمین به جهر نگو، این دست رو اینجا ببند، اینا مسائل فقهی است، اختلافات فقهی است. هر کدام برای خودش دلیلی از قرآن و سنت داره. در اختلافات فقهی بین امت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست. بعضی فکر میکنن که در مسائل اختلافی فقهی هم بین امت من باید برم امر به معروف و نهی از منکر بکنم. و طرف به این نتیجه رسیده که آمین به جهر با صدای بلند گفتن سنت است و تو هم میدانی که سنت است. در صحیح بخاری هم سند صحیح است. پس تو چرا این رو میری به عنوان یک منکر بر او رد میکنی؟ که انه داری بر رسول الله صلی الله علیه و سلم رد میکنی. و عکسش، حالا یک سلفی وارد مسجد شد، دید که یک نفر مثلا دستشو زیر نافس بسته،
شروع کنه به اون سر و صدا که تو داری مرتکب یک گناهی میشی که دستتو بالای سینت باید ببندی. نه خیر برادر، به تو چه؟ تو به این نتیجه رسی که دست رو سینت ببند. اون حنفی است، تابع امام ابو حنیفه است، در مذهب حنفی میگه که دست رو زیر نافت ببند. به تو چه؟ در این مسائل امر معروف و نهی از منکر نیست. در این مسائل برای هر مسلمان که به یک نتیجه رسیده باشه، یا مقلد برای عامه مردم که مقلد یک مذهب فقهی هستن، نباید در این مسائل عادی وارد بشه امر معروف و نهی از منکر میکنه. امر معروف و نهی از منکر در گناهانی است که اجماع علما بر ناجایز بودن و گناه بودن این امور وجود مانند زنا، دزدی، بی‌حجابی و اعمالی که در ملأ عام سبب نشر فحشا و فساد در بین مسلمان ها میشه. و اینکه انسان بدانه که کی رو داری تو امر معروف میکنی، نهی از منکر میکنی. از حال او باید آگاه بشی، از وضعیتش باید آگاه بشی. شاید مثلا یک نفر داره یک جای یک چیزی رو داره میخوره که شاید در دین اسلام جایز نیست خوردنش. شاید مضطر است، درمانده است، چاره دیگری نداره. تو شروع کن آیه و حدیث به سر بیچاره بزن که تو چرا این کارو کردی. یا روز رمضان است، یک شخصی داره تو راه میره، یک بطری آبی رو از چانته‌اش از یک جایی در میاره، میگیره مینوشه. قبل از اینکه تو بری در مورد شاید این مرض شکر داره، مرض قند داره، شاید بیماری کلیه داره، شاید بیماری معده داره، شاید دکترها تجویز کردن که روزه گرفتن براش ضرر جانی داره و مثلا کسی بیمار قند داشته باشه، بیماری شکر داشته باشه، زود تشنه میشه. روز گرم رمضان تو بازار یک نفر یک بطری آبی رو گرفت نوشید، آب بری سر بزنیدش که تو چه روزتو داری میخوری. نه خیر، وظیفه تو این است که باید بری برادر شما روزه نگرفتید، روزتون رو خورید. بله من بیمارم نمیتونم روزه بگیرم. خلاص تموم شد رفت. پس لطف کنید یک گوشه‌ای برید. نه اینکه شروع کنید این کافر رو ببینید، این منافق رو ببینید، این بیدین لامذهب رو ببینید که در روز روشن در ماه رمضان داره روزه میخوره. همین کاراست که بعضی مردم را از دین متنفر کرده، از اسلام متنفر کرده. چون این همه امور ما یک ضوابط و یک شروطی داره. یکی دیگر، وقتی که شما کسی رو یک انکار منکری رو انجام میدید، منکری که در حالت وقوع باشه در الان، طرف مثلا دیروز، دیشب، پریروز، یک هفته قبل، یک ماه قبل، یک سال قبل مرتکب یک اشتباهی شده، شما سر راهشو بگید تو همونی نیستی که یک سال قبل فلان کار را کرده بودی، 2 روز قبل فلان کار را کرده بودی. نه گذشت. تو به اون کار نداشته باش. مادامی که الله متعال ستر کرده، تو حق نداری که او رو در بین مردم رسوا بکنی. کرده اشتباهی در گذشته، توبه کرده بین خودش و خداش، نکرده به تو مربوط نیست. تو اگر منکری فعلا داره انجام میده و تو داری میبینی، باید انکار بکنی، به گذشتهش کاری نداشته باش. در مورد یک منکری که داره هی انجام میده، گذشتم انجام داده، الانم دارم، آیندهم شاید انجام بده، در یک گوشه میری باهاش نصیحت میکنی، نه در بین مردم. طریق شرعیش این است. دیدی در یک مجلسی یک شخصی بلند شد، مثلا یک گیتاری رو گرفت شروع کرد به خواندن، دوتاری دنبوره‌ای رو گرفت شروع کرد به خواندن. الان این طرف یک شخصیتی است برای خودش، بلند شد جلوی مردم بگو تو منافق، فاسق، فاجر، فلان فلان فلان. شاید این مجلس این وقت مناسب نباشه. بعد از پایان مجلس یک حرفی زد، غیبت کسی رو کرد، یک گناهی رو مرتکب شد. به دنبال وقت مناسب، اگر اونجا گفتنش مناسب بود همونجا انجام بدید، اگر نه وقت مناسب نبود، جا مناسب نبود، گوشی دستشو بگیرید، یک جایی ببرید که پیش دوستان، پیش مردم نباشه. بعد از اون بهش نصیحت بکنید، بگید که این کار تو اشتباه است. از فرصت ها انسان باید استفاده بکنه، فرصت هایی که در اون میشه امر معروف و نهی از منکر کرد و اون مراحلش. فمن رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی که منکری رو میبینه با دستش تغییر بده.
قدرتشو داشتی، مثلا عروسی خودت بود، عروسی برادرت بود، عروسی خواهرت بود، عروسی قوم و خویش نزدیکی بود که تو بر اونها حرف تو ارزش میگذارن، حرف تو قبول میکنن، میتونی بر اونها منت بگذاری. در اینجا باید تو با دست مانع منکر بشی. نه، کسانی هستن که تو نمیتونی، مثل برادری گفت دوستانی دارم فلان فلان، منو به عروسیشون دعوت کردنم، گفتم قبل از اینکه به عروسی بری با داماد صحبت بکن بهش بیان بکن حرمت موسیقی و فلان اینا رو. قبول کرد جزا الله خیر، قبول نکرد تو وظیفت رو انجام دادی. پس از فرصت ها انسان باید استفاده بکنه. امام نووی رحمت الله علیه در شرح همین احادیثی که در مورد امر معروف و نهی از منکر آمده میفرمایند که ولیس للآمر بالمعروف البحث والتنقیر والتجسس و اقتحام الدور بالظنون. وظیفه کسی که امر معروف میکنه این نیست که بره تجسس بکنه، جستجو بکنه، جاسوسی بکنه، به خانه مردم حمله بکنه. وظیفش این نیست. بلکه بل این اثر علی منکر غیره بجهده. بلکه جای یک منکری رو دید، بعد از اینکه دید، نه اینکه کسی اومد گفت والله من یک زنی رو دیدم که خانه مثلا آقا فلانی وارد شده، تمام پیداش کردم، فاسق فاجر رو، برو دیگه الان جاسوسی بکن که این زن کی بود، چرا اینجا وارد شد، چی کار میکنه اینجا. بعد از 1 ساعت 2 ساعت این زن خارج شد، حتما یک زنی رو آورده بود برای زنا. شروع کن به پخش این خبر در بین مردم، یا ایها الناس فلانی زنا کرد، یا که خونه اومد بیرون، مردم ببینید این همون که خدا گفته زنا نکنید این زنا کرده. شاید خالش بوده، عمش بوده. به تو چه؟ مادامی که منکر ظاهری در جامعه در بین مردم وجود نداره، ما حق نداریم جاسوسی مردم رو در خانه‌هاش. ولا تجسسوا، امر صریح الله سبحانه و تعالی است. حمله کردن به خانه‌های مردم برای کشف یک منکر جایز نیست. قاضی الماوردی یکی از علمای بزرگ است، میگه که لیس للمحتسب ان یبحث عما لم یظهر من المحرمات. بر یک امر به معروف، کسی که امر به معروف میکنه، وظیفش این نیست که محرمات یا گناهانی که ظاهر نیستن در جامعه بره در مورد اونها جستجو بکنه. امروز از خونه بسم الله توکلت علی الله، امروز میگردم ببینم که کی دروغ میگه، به تو چی؟ امروز از خونه میرم ببینم که کی زنا میکنه، به تو چی؟ متاسفانه وقتی امر معروف نهی که دولتی بشه، کارمندی بشه مثلا شاید در همه دولت ها باشه، آخر ما که میشه پلیسای ترافیک یا راهنمای رانندگی به هر بهانه مردم رو جریمه میکنن. یکیشو پرسیدم چرا بعد از تاریخ 25 شما زیاد هر جایی برای بازرسی؟ گفت بالا استاد گفت راستشو بگیم، یعنی به ما میگن که خلاصه بودجه کم است، حقوقاتون هم نزدیک است، برای دولت بودجه لازم است، باید شما خلاصه فعالیت بکنید. امر معروف و نهی از منکر امام در امارت اسلامی همینطوره، باید هرچی بیشتر فعالیت بکنه دیگه رتبه میگیره پیش دولت، بالا میره. ماشاءالله چه امر به معروفی داریم، در این ماه 30 مورد رو برای ما کشف کردیم. این وظیفه شما نیست. تو راه داری میری، منکری رو دیدی، با حکمت، با موعظه حسنه، با لطف خوش نصیحت میکنی. تو ناصح هستی، تو حق تغییر به دست رو نداری، تو حق تجسس نداری. مهمترین نکته‌ای که یک شخصی که امر معروف و نهی از منکر میکنه این است که اخلاص داشته باشه، این کار رو به خاطر خدا انجام بده. امر به معروف و نهی از منکر عبادت است، مانند نماز، مانند روزه، مانند زکات، مانند حج. کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو به خاطر حقوق دولت انجام میده مشرک است، به معنی اینکه در عبادت خودش دولت رو هم شریک کرده. یعنی گفته که بارالله من این امر به معروف و نهی از منکر رو برای رضای تو و برای اینکه وظیفه دولتی خودم را انجام بدم انجام میدم. این شرک است، شرک در عبادت است.
الله سبحانه و تعالی هیچ عبادتی رو که در او اخلاص نباشه قبول نمیکنه. مخلصین له الدین، فقط و فقط برای الله. به خاطر همین میگم که امر بالمعروف و نهی از منکر نباید وظیفه دولتی باشه، وظیفه ایمانی و مسلمانی هر انسان مسلمان است. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. وظیفه همه ماست. به اندازه علم ما یک جای منکری رو دیدیم باید انکار بکنیم. وقتی که در این اخلاص نباشه، انسان به خاطر چی انجام میده؟ به خاطر کبر، به خاطر عجب، به خاطر ریا، به خاطر که میخواد نشون بده که والا من یک فعالیتی کردم. صبر بزرگترین عبادتی که الله متعال براش اجر و پاداشی تعیین نکرده، از جمله عباداتی که اجر و پاداش براش تعیین نشده. برای نماز، برای حج، برای اکثر عبادات که ببینید 99% عبادات براش اجر مقرر شده. اجر تو این است، عمره کردی اجرت این است، حج کردی اجرت این است، نماز خواندی اجرت این است. برای دو چیز، برای روزه و برای صبر اجر معین نشده. روزم به خاطر اینکه تو صبر میکنید، چون صبر یکی از مسائل مهمی است که در روزه تجلی میکنه. صبر بر شهوات، صبر بر نوشیدن، صبر بر گرسنگی، صبر بر تشنگی، صبر بر همه اون مشکلاتی که در اثنای روزه بر تو طاری میشه. به خاطر اون، چون صبر در این عبادت وجود داره، برای روزم اجر و پاداشی معین نشده. الصوم لی و انا اجزی به. و در مورد صابرین الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ که انسان‌های صابر اجرشون رو چی میگن؟ به غیر حساب، بدون حساب و کتاب. مهمترین شرط امر معروف و نهی از منکر، انسان باید صبر داشته باشه. صبر نداری امر معروف و نهی از منکر نکن. یک روزی در یک برنامه زنده‌ای همین تلفن‌ها رو باز کردم، اولین بیننده شیعه شروع کرد فحش ناموسی دادن به مادرم. خلاصه انسان باید صبر داشته باشه در مقابل این. من همون شب خونه برگشتم، مادرم داشت اشک میریخت. میگفت پسرم بزرگ شده، پسرم بزرگ کردم، به این چیز رساندم که امروز در تلویزیون در جلوی مردم یکی بلند شه به مادرش فحش بده. بعد گفتم مادر، من رسول الله صلی الله علیه وسلم به همسرش تهمت زنا زدن، با سنگ زدن. تو رو نه کسی با سنگ زده، نه منو زده، حالا یک فحشی داده. این اجر و پاداش داره، چون به خاطر این داده که این فحش رو داده که من حرف حق رو، حرف دین رو، حرف توحید و یکتاپرستی رو بیان کردم. خلاصه این صبر میخواد. شما فکر میکنید این فحش دادن ها، اذیت کردن ها، تهدیدهای جانی، تهدیدهای مختلف، اینو آسان است؟ انسان باید صبر بکنه. صبر نداری امر معروف و نهی از منکر نکن. مجبور نیستی. بار الله بگو من صبر ندارم. میری طرف رو بهش میگی که سلام علیکم، خوبی؟ دار شما خوب؟ وقت نماز هست، بریم با هم. برو گم شو فلان، 4 تا فحش هم بهت میده. تحمل بکن، صبر بکن. به پیامبر ما چه کارایی که نکردن. متهمش کردن، دروغگو بهش گفتن، حتی آوردن اون بقایای شطور رو بعد از ولادتش که خیلی سنگین است، این 3-4 نفر میتونن با هم بلند کنن. 3-4 نفر بلند کردن، آوردن سر پیامبر گذاشتن و پیامبر در حالت سجده بود. کسی جرئت نمیکرد که از سر پیامبر برداره و پیامبر صبر کرد. بار الله قوم من را ببخش، اونها نمیدانند. صبر. طائف رفتن انقدر با سنگ پیامبر رو زدن که خون از بدنش، کفشای پیامبر پر از خون شد. الله متعال از زبان پیامبرش لقمان امر میکنه: یا بنیه اقم الصلاة، ای فرزندم نماز را برپا دار، و امر بالمعروف و انهی عن المنکر، مردم را امر به معروف و نهی از منکر بکن، واصبر، اینجاش مهم است، صبر کن، علی ما اصابک، به اون چیزی که به تو میرسه صبر بکن. راه بهش که گل و گلزار نیست.
شما امر به معروف میکنی، حرف حق میزنی، مردم بهت فحش میده، توهین میکنه، اهانت، شاید هم بزندت. پس وظیفه تو صبر کرده. صبر نداری امر به معروف نکن، چون مرتکب گناهی میشی که خیلی جزای اون و سزای اون بیشتر از ترک امر معروف و نهی از منکر است. الله متعال میفرماد که وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقتی حق رو میگی در مقابل اذیت باید صبر بکنی. به خاطر همین صبر و حق با هم اومده در اینجا. وتواصوا بالحق، وقتی که مردم رو سفارش میکنه به حق، وتواصوا بالصبر، به صبر هم توصیه بکنید. حق و صبر. حق گفتی باید صبر داشته باشی. روایت هست میگن صحابی اومد گفت یا رسول الله احکام دین زیاد شد، خلاصه دین رو به من بگو چیکار بکنم؟ گفت خلاصه دین لا اله الا الله. سرش رو انداخت با این. بعد از چند لحظه فکر کردم یا رسول الله پس با همه دشمنی؟ چون وقتی لا اله الا الله گفتی، در لا اله الا الله بودی، دشمن زیاد میشه، باید صبر بکنی. به خاطر این صبر از بزرگترین عبادات است. وظیفه یک شخصی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه ابلاغ است. ابلاغ کردن به مردم. تو حق تغییر دادن به ید نداری، بزنی مردم رو مجازات بکنی. این وظیفه تو نیست، این وظیفه دولت است. هر آمر به معروف و کسی که نهی از منکر میکنه وظیفش فقط ابلاغ است. مانند پیامبران. الله متعال چی میفرماید؟ و ما علی الرسول الا البلاغ. بر پیامبر نیست مگر ابلاغ کردن. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. خدا میداند که شما چه آشکار میکنید چه پنهان میکنید. و در جای دیگه میگه و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. تو مردم رو فقط یادآور شو، تذکر بده. وظیفه پیامبر تذکر دادن مردم بود. وظیفه پیامبر ابلاغ رسالت بود. اجبار مردم، درگیر شدن با مردم وظیفه پیامبر نبود. مسئله جهاد جداست، این حکم جداگانه است. اما در بیان و نصیحت مردم وظیفه پیامبر چی است؟ ابلاغ، نصیحت، بیان کردن، تذکر دادن. و کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه وظیفه‌شو باید بدونه. وظیفه تو ابلاغ کردن است. پارسال اگه یادتون باشه یک راننده تاکسی رو یکی از افراد امر به معروف و نهی از منکر در مزار شریف بود فکر کنم با سیلی زده بود. در اون برنامه گفتم بازم بشکنه دست اون امر به معروف و نهی از منکری که سیلی به گوش یک مسلمان میزنه. بشکنه دست اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه که دستشو سر یک مسلمانی بلند میکنه. این وظیفه تو نیست. سیلی زدن، کتک زدن، لط و کوب کردن، این مجازات است. مجازات بعد از این صورت میگیرد که محکمه اسلامی، محکمه شرعی تثبیت حکم بکند، تثبیت گناه بکند، حکم صادر بکند. بعد از اون شلاق زده میشه، زندان میشه، هر کاری میشه. این کار محکمه شرعی است. امر به معروفی که سیلی به مردم میزنه، مردم رو شلاق میزنه، اینها از دین بیخبرن. و بازم میگم بشکنه دست اون مأمور امر به معروفی که مسلمانی رو با شلاق میزنه، با سیلی میزنه، با قنداق تفنگ میزنه. چون وظیفه تو زدن نیست، وظیفه تو فقط نصیحت کردن و ابلاغ کردن است. طرف قبول کرد خوب، قبول نکرد به تو مربوط نیست. در بعضی از اماکن عمومی مثلا این تنها مختص دین اسلام نیست. الان مثلا شما در یک بیمارستان نوشته است نو اسماکینگ یا سیگار کشیدن ممنوع است. یا یک نفری بیاد اونجا شروع کنه به سیگار کشیدن. خب سکیوریتی میاد، نگهبان میاد، حراست میاد، میگه که اینجا سیگار کشیدن ممنوع است. طرف اگر اصرار کرد از دستش میگیرن میبرن. چرا؟ چون تو حقوق تو تا وقتی است که حقوق و آزادی دیگران رو محدود نکنی. اینجا ممنوع است. همین کار رو اگر یک کسی که مسئول
امر به معروف است، حالا که مجبورن دولتی شده دیگه، در یک جای عمومی که داره مردم رو داره اذیت میکنه، طرف داره مرتکب یک منکری میشه، در اون صورت حق دارن اونم با وجود پلیس یا شخصی که مأمور نظامی باشه، عادتا یعنی در کنار امر به معروف پلیس می باشه در بعضی از کشورهایی که بود این نظام، طرف رو به زور از عملی که داره سبب اذیت و آزار مردم میشه باز میدارن. این متعلق تنها به امر به معروف و نهی از منکر نیست، حتی در کشورهای کفری شما در مکان عمومی مرتکب یک کاری بشید که سبب اذیت و آزار دیگران بشید، حق داره پلیس یا نیروهای مخصوصی که در این اماکن هستن شما رو مانع از این کار بشن. وظیفه دیگری که خیلی مهم هست ستر کردن. یک امر به معروف و نهی از منکر کسی انجام میده، بعد ستر بکنه، افشا نکنید طرف رو. افشا کردن، رسوا کردن وظیفه شما نیست. زنا کرده، دزدی کرده، هر گناهی مرتکب شده، شما حق افشا کردنش رو ندارید، وظیفه شما ستر کردن است. چون نصیحت تبدیل میشه به فضیحت، نصیحت تبدیل میشه به رسوایی. رسوا کردن وظیفه شما نیست، ولو این که ولو که طرف با 100 تا زنم زنا کرده باشه، تو حق نداری که این رو فیلم بگیری پخش کنی برای مردم در سوشال میدیا. زندگی طرف رو تباه کردی. طرف 100 تا توبه بکنه، مردم اونو دیگه نمیبخشن، نمیتونه کوچه بره، نمیتونه بازار بره و این وضعیت شاید فردا توبه کرد، الله متعال توبهشو میپذیره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. همه گناه ها رو میبخشه، غیر از شرک همه گناه ها رو میبخشه. شرک هم اگر توبه بکنه میبخشه. تو که میگیری فیلمشو پخش میکنی، طرف غیر از خودکشی دیگه چاره ای نداره، دیگه نمیتونه در اون جامعه زندگی بکنه و این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیست. ستر کردن یکی از اصول و ضوابط و شروط امر به معروف و نهی از منکر است. علما میگن که فمن وعد اخاه علانیه فقد شأنه، یعنی کسی که برادرش رو علنی میاد نصیحت میکنه او رو رسوا کرده. مثلا دوستی داریم، حالا مثلا دیروز ما در یک جای مرتکب یک منکری شدیم، امروز در یک جمعیت دوستان نشستیم توی جای یکی وارد فلان، دیروز دیدمت فلان جا داشتی فلان کار رو انجام میدی، از خدا بترس، اتق الله. رسوا کردی منو پیش دوستام. این امر معروف نیست، این رسوایی است، نصیحت نیست، فضیحت است. نکته دیگر، حکمت، پند، اندرز، موعظه حسنه. الله سبحانه و تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هی احسن. وقتی که تو دعوت میکنی، امر معروف میکنی، نهی از منکر میکنی، حکمت رو در نظر بگیر، علم رو در نظر بگیر، شرایط رو در نظر بگیر. والموعظه با لطف خوش. یک از دوستان میگفت که شاهد بودم در یک حیث بازرسی امر معروف یک دختری رو نگه داشتن، فلان قسمت فلان بدن اینطوری داره هویدا میشه، فلان کار تو اینطوری است، یقت مانند فاحشه هاست، موی سرت مانند رقاصه هاست. این کجاش امر معروف و نهی از منکر است؟ این احمق، این بی سواد اصلا نمیدانه که امر معروف و نهی از منکر یعنی چی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سر منبر می‌آمدن سران منافقین، سران مشرکین، سران کفار را، ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، چی شده بعضی از مردمان را که این چنین حرفهایی رو میزنن؟ اسم نمیگرفتن و پیامبر میترسید یعنی از اونا. پس با اخلاق، با موعظه حسنه یکی از شروط تواضع. امروز ببینید طرف مسئول امر معروف و نهی از منکر ازش چنان سرشو بالا گرفته میره که انگار آسمانو بالگد زده. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه رو فتح کردن، از در
مکه داخل شدن به طرف مسجد الحرام میرفتن، به طرف کعبه مشرفه، چنان سرشون رو خم کرده بودن که پیشانیشون به زین به اصطلاح شتر میخورد. تواضع و فروتنی یک از صفات مهمی است که باید یک شخصی که امر معروف و نهی از منکر میکنه داشته باشه. نکته دوم، کسی که امر معروف و نهی از منکر میکنه خودش مرتکب این منکر نباید بشه. این خیلی مهم است. همیشه امر معروف و نهی از منکر این نیست که شما برید با دست یک چیز رو تغییر بدید با زبان، گاهی اوقات شاید با قلب. همون سلسله رو باید که در حدیث ذکر میکنه، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فمن لم یستطع فبلسانه فمن لم یستطع فبقلبه. این سلسله رو باید در نظر بگیریم. طرف در یک جایی میره میخواد با تغییر با دست بکنه، امر معروف با دست بکنه، میزنن سر کلشو میشکنن. این اشتباه هست. این سلسله رو باید در نظر بگیریم. یکی از بزرگترین وسایل امر معروف و نهی از منکر این است که مجالسی که در اون انسان ها مرتکب منکر میشن رو ترک کرد. الله متعال اینو امر میکنه، میگه که وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیره. جایی میبینید که مردم دارن اعمال زشت انجام میدن، حرفای زشت میزنن، با اونها ننشینید، بلند شید مجلس رو ترک بکنید تا اینکه موضوع صحبتشون رو عوض بکنن. گاهی اوقات برای بعضی از انسانها که ما میخوایم اونا رو امر معروف و نهی از منکر بکنیم، نیاز است که کسانی رو ما با خودمون همراه بکنیم که این شخص در نزد اون طرف چه جایگاهی داشته باشد، یا حرفش به قول افغانی ها بچله بالای اون نفر، یا بتونه سر اون منت بگذاره. حتی بعضی از انبیا اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث. دو پیامبری رو فرستاد، الله سبحانه و تعالی تکذیب کردن، پیامبر سومی رو فرستاد، پیامبر دیگری رو از بین آنها مبعوث کرد. گاهی اوقات نیاز است که امر معروف و نهی از منکر یک شخص معینی به وسیله یا به همراهی کسی دیگری صورت بگیرد که این طرف بالای او حداقل حرفش ارزشی داشته باشد. و سخن اخیر این است که برادران و خواهران عزیز، در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نعمان بن بشیر روایت میکنه که جامعه مانند یک کشتی است. اگر یک نفری رو دیدید که در این کشتی داره کشتی رو سوراخ میکنه، وظیفه مسافرینی که در کشتی هست چی است؟ همینطور باید نگاه بکنن، هیچ کسی چی نگه. خب کشتی که سوراخ شد، آب میره تو کشتی، همتون غرق میشید، میمیرید. جامعه مانند یک کشتی است. اگر دیدید یکی داره کشتی رو سوراخ میکنه، به معنی این که داره مرتکب عملی میشه که در جامعه فسق، فجور، فحشا، فساد رایج میشه، باید جلویشو بگیریم. تک تک ما وظیفه داریم که بگیریم. امر معروف و نهی از منکر این است. و الا این کشتی غرق میشه و هممون باش غرق میشیم. اگر روز اولی یکی از رهبران جهادی یک جنگی رو راه انداخته و جنگ داخلی، علما در مقابلش می ایستادن، میگفتن این کار تو کفر است، کشتن برادر مسلمان جایز نیست، اگر بار دیگر تکرار کردیم ما حکم جهاد بر علیه تو رو صادر میکنیم، جنگ داخلی صورت نمی گرفت. در یک گوشه ای از بازار دارید میبینید یک مردی داره مزاحم یک دختری میشه، شما جلوشو نگیرید، فردا همین مرد مزاحم دختر تو میشه، مزاحم دختر من میشه، مزاحم دختر اون میشه، جامعه به هم میخوره، فسق و فجور در جامعه عام میشه. پس این نکات رو خدمت شما عزیزان بیان کردم. الان این کلیپ رو با هم میبینیم و چند صحبتی دارم در مورد این کلیپ. الان اینجا حالا این مسئولین امر معروف هستن، استخبارات هستن، پلیس هستن، هر کسی که هستن.
اگر از پلیس و استخبارات هست، به امارت اسلامی میگیم اینایی که این فیلم رو گرفتن دشمنان شما هستن. دشمنان شما به این معنی که میخوان شما رو بدنام بکنن. یک سری در سوشل میدیا و در خبرگزاری ها بزنید که از این فیلم دشمنان امارت اسلامی بر علیه شما سوء استفاده کردن یا نکردن. 100% سوء استفاده کردن. ببینید یکی از مسئولین طالبا چی کار کرد، ببینید یکی از طالبا چی کار کرد، این ریشو ببینید یک ملا دختری رو برده تو خونه میخواد بهش تجاوز بکنه، ببینید این است اون است. پس اینایی که این فیلم رو گرفتن، اگر پلیس هستن، استخبارات هستن، امنیت هستن، هر چی هستن، اینا دشمنان امارت اسلامی هستن. از اینا برحذر باشید. اینا میخوان شما رو سرنگون بکنن به واسطه همین کارا. اگر از امر معروف و نهی از منکر هستن، این کارشان نه شرعی است، نه اسلامی است، نه مطابق قرآن است، نه مطابق سنت است. اگر استخبارات و امنیت و پلیس میخوان این کارو بکنن، طرف رو با جرم مشهود دستگیر کردید، فیلمم بگیرید، عکسم بگیرید، این بعد در آرشیف حکومت باشه. این حتی برای دادگاه، برای اشخاصی که برای محاکمه این طرف انتخاب میشن، فقط اونا حق دارن ببینن. امروز در چه کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، چه شریعت باشه، چه قانون مدنی باشه، بعضیا میگن دوسیه‌ای است که دوسیه مخفی است. یعنی چی؟ اسم افرادی در این دوسیه ذکر شده که نباید عموم مردم بفهمن. اینکه شما میرید حالا این رئیس دانشگاه بلخ است، هر کسی که است، این یکی از افراد مرتبط با شماست. پلیس و امنیت و استخبارات اگر این کارو کرده، باید این مخفی می بود، نباید در سوشال میدیا نشر میشد. اگر امر به معروف و نهی از منکر کرده که خیلی غلط کردن، بد کردن، اشتباه کردن، مخالف دین و شریعت انجام دادن، این درست نیست که برو در دوربین دستت برو در خانه مردم. در کجای دین این رو گفته؟ محاکمش بکنید، طرف رو بندازید زندان، هر بلایی که سرش میارید بیارید. نشر کردن یعنی چی؟ حالا عزیره نشر کردید، از دختر بیچاره که در خانه این بوده، زندگیش شما تباه کردید. زن ضعیف است، از نگاه عاطفی فریب خورده آمده خانهش، یا مجبوریتی داشته، هر دلیلی میتونه بشه. شما الان دختر رو کشتید، خانوادهش، پدر و مادر شاید وقت کشته باشن، الان نکشته باشن از کشتن بدترش میکنن. در جوامع ما که اینطوری برخورد میکنن. و همین بیشرفایی که این فیلم رو نشر کردن، روز اولی که نشر کردن چهره دختر رو نپوشانده بودن، چهرهش واضح بود، شناخته میشد که این کی است. پدرش، برادرش، قومش، خشش ببینن، مردم شهر ببینن، میشناسنش. شما زندگی یک انسان رو تباه کردید. شما اصلا فرصت توبه رو از این انسان گرفتید. فردا این فاحشه بشه، فردا این انتحار بکنه، فردا این هر بلایی سرش بیاد، مسئول شما هستید. با جان مردم، با ناموس مردم این گونه بازی نکنید. طرف را از خانه میکشن بیرون، این یکی با دوربینش وارد خانه میشه بدون اجازه. این حق نداره این کار بکنه. تو وارد خانه یک نفر میشی، تو از محکمه، از دادگاه اجازه بازرسی خانه رو داری؟ اگر داری غلط میکنی، فیلم و ویدیوشو نشر میکنی بیرون. والله اینا دشمنان حکومتن، به خدا قسم اینا دشمنن. در قالب دوست، اما شاعر راست گفته که دشمن دانا که غم جان بود، بهتر از این دوست که نادان بود. رشتلو عمل سوایده مشتا رشتلو عمل سوایده چی
قلنطر راغاتي مشت د وشتو امر سوی دی خیر ته هغه د مش خپل د مجاهدینو خپل کار دی د سیاست راو باسه سي راوزه برای راوی باسه سیاست کوم تاکید که ویدیو بگیریم. خب احمق بیشور به تو امر شده که ویدیو بگیر، به تو هم نشده که این ویدیو رو نشر بکن در سوشال میدیا. تو حق نداری، این خائن است، این خائن ملی است، این باید دستگیر بشه، این باید محاکمه بشه. تو حق نداشتی این ویدیو رو پخش بکنی. بلا به دوست شاید بگه در گروه واتساپ فرستادم از اونجا پخش شده. غلط کردی که فرستادی. این خیانت است، این بازی با ناموس مردم است. هغه هغه کوټه او تاسو لکه چې وځي بیا برای بچیم برای ایسای کشا باز دفتر کیستی. از بزرگترین اشتباهات این است که امرای اینها یک پلیس زن نیست، یک زن نیست که برای اینجا رو بازرسی بکنه. الان تو داری ویدیو میگیری، سر لخت و صورت لخت یک زن رو به چه حقی داری تو ویدیو میگیری؟ تو چطور مسلمان بی‌شرفی هستی تو؟ رئیس صاحب یا دی وسای ته راځه ونوځه راځه ته ونوځه راځه حالته مجاهدین دي دسي راځه نام چی است شباس؟ نام چی است شباس؟ ها؟ نام چی است شباس؟ نام چی است؟ نام چیش داری؟ ها؟ فیلم اولی است که پخش کرده بودن. من دوستان رو گفتم که چهره رو بپوشانن. خب پخش کردن این فیلم با این وضعیت، این کدام اسلام است، کدام مسلمانی است که امارات اسلامی جلوی این گونه انسان‌های خودسرا رو نمیگیره؟ چی شود؟ الان جو قماندانی رو چی داشتم بیا بگو کلاگیشانه خالا رو بگم و جستاشون شا پدرت نمیکشه. خب دوستان عزیز تشکر میکنم. این کلیپی بود که متاسفانه اینها پخش کرده بودن و الله سبحانه و تعالی هدایتشون بکنه و با این گونه افراد باید برخورد جدی بشه. کسانی که در طی همین یک سال گذشته ما شاهد تقریبا 2-3 مورد مثل این بودیم که از همچین صحنه هایی رفتن افراد فیلم گرفتن و پخش کردن از مسئولین امارات اسلامی. و این جنایت است در حق ملت، جنایت است در حق یک مسلمان. اگر این فرد امر شده که شما برید از ویدیو بگیرید، این ویدیو خاص برای حکومت است، خاص برای قاضی است، خاص برای محکمه است. برای این نیست که در فیسبوک و توییتر و در اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک نشرش بکنید. و چقدر مردم از این ویدیو سوء استفاده کردن برای امارات اسلامی. خب دوستان عزیز یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشالله تماس شما عزیزان را خواهیم داشت. شماره واتساپ و تلفن برنامه را هم عزیزان زیرنویس میکنن. بعد از یک میان برنامه کوتاه تماس شما عزیزان را در رابطه با موضوع برنامه خواهیم داشت. با ما همراه باشید. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح بله بینندگان عزیز و گرامی، سلام دوباره خدمت شما عزیزان. از همین لحظه شماره تلفن برنامه رو زیرنویس کردن عزیزان. می توانید که در این برنامه شرکت بکنید و نظرات شما عزیزان رو بشنویم در مورد موضوع برنامه.
ما در احادیث زیادی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ستر شاید زیاد شنیده باشید، در فارسی هم استفاده میکنن. امر شدن مسلمان ها به ستر کردن مسلمان. نباید که عیوب مسلمان ها رو در مجامع عمومی برملا کرد. حتی فقها در مورد کسانی که مرتکب گناهی میشن، مرتکب معصیتی میشن، تنها در صورتی که افشای این مسئله برای عموم مردم نفعی داشته باشه اون رو جایز دانستن، که در این موردی که مشاهده کردیم هیچ گونه نفعی نه برای حکومت، نه برای مردم، نه برای امر معروف و نهی از منکر وجود داره. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر استاد گرامی. یک سوال ازتون داشتم در رابطه با موضوع برنامه اگر هست بفرمایید. در رابطه با موضوع برنامه نیست، یک سوال ازی داشتم. وقتی که شخصی که فوت میشه پیش از اینکه دفن شود آیا از اون سوال جواب میشه؟ نه، بعد از اینکه دفن شد مورد سوال و جواب قرار میگیره، بعد از اینکه در قبر گذاشته شد. درست است. تشکر شما. جناب وقتی که یک مرده وقتی که یک دوستی رو دمی خود شفاخانه دمی بین احشار می باشه، وقت چطور می باشه؟ تا وقتی که دفن نشده مورد سوال و جواب قرار نمیگیره برادر عزیز. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کردن که در دفن کردن مرده ها عجله بکنید. یعنی وقتی کسی که فوت کرد، بعضی از هموطنان ما مثلا فوت میکنن در خارج از افغانستان، در اروپا، در آمریکا، اذیت میکنن، او رو در یخچال میگذارن، بعد خرج میکنن، میارن در افغانستان دفنش میکنن. این کار درستی نیست. این اذیت کردن مرده است. اگر این مرده مثلا پدر است، مادر است، خواهر است، برادر است، هر کسی که است، اگر واقعا دوستش دارید او رو زودتر دفنش بکنید. این که انسان در آمریکا دفن شود، در چین دفن شود، در بقیع دفن شود یا در افغانستان دفن شود، هیچ فایده‌ای به حال انسان ندارد. آنچه که به درد انسان میخورد اعمال انسان است. و کسانی که مرده ها رو نگه میدارن در یخچال ها و بعداً از طریق پول خرج میکنن و یک مرده رو میبرن در افغانستان، در حظیره آبایی دفن کردیم. خب دفن کردید، چی شد؟ به اون پولی رو که خرج بردنش تا افغانستان کردید، همون پول شاید 1 سال خرج یک خانواده‌ای که 7-8 تا فرزند داشت میشد. یک چیز بیهوده است، یک چیز بیجاه است، یک چیز ظلم است برای مرده، اذیت کردن و آزار مرده است. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر میکنیم از این دوست عزیزمون. و این کار شایسته نیست. دوستان دوری بکنن از این عمل. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم با استاد انصاری صحبت کنیم. دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز، بفرمایید. استاد محترم سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. سلامت باشید. ما مدت زیاد میشه که من برنامه خود تماشا میکنم استاد و من شاید دوستدار هستیم. این دختره که است که برنامه خود بزرگ شده. ماشاءالله، الله مطالب سشان کنه. زنده باشین استاد. استاد یک البته مرتبط برنامه تا نیست. سوال من است که ما معمولا با اماما در افغانستان نشست و برخاست ما زیاد بود و یکی از کسایی که در امر بالمعروف کار میکرد در اون زمان ازشان من پرسیدم که یک اضافه روی به خاطر همین جوانای مسائل که در بین چیز میشد، یک محیط اجتماع. بله. بعد گفتم این اضافه روی چرا مثلا امر بالمعروف انجام میده؟ این خودشون مستقل کار میکرد. بله. بعد با ما یک حرف زد، البته دلیل آورد که این است که در یک جامعه که وقت مردم چی میشن مثلا بی بنده‌واری زیاد میشه یا
گمراه میشن. به خاطر که بتونیم اصلاح کنیم جامعه را، میتونیم یک کس را ولو که گناه نکرده باشه بگیریمش به خاطر لطکوب کردنش یا مثلا زندان کردنش، حتی اعدام کردنش. استاد به این شکل مثال زد. به خاطر عبرت دیگران اگر یک نفر به این حالت هم از بین میره بتونه عبرت دیگران شوه. و این سوال استاد همیشه در ذهن من بود که آیا امکان داره همچون چیزی در یک در اسلام اجازه باشه که بتونن مثلا یک انسان بیگناه بکشن؟ البته همیشه در ذهنم سوال بود من به خاطر که عبرت به دیگران شوه. اگر هر اتفاق مفته مثلا دولت مسئولیتش داره این کار مثلا با عقده بگیره که بتونن ما اصلاح کنیم جامعه را یا مثلا یک محیط اجتماع را. اگر کسی کشتان شد مهم نیست که چی بود بتونه دیگران اصلاح کنیم. و دست بریدن این مسائل زیاد بود. البته دوره اول طالبا را قصه میکنم. متاسفانه دو وقت نوجوانم بودم که درس تحصیل مانده بودم دیگه زیاد نمیدم در این موضوع پیش استاد خدا کنم متوجه شده باشین سوال من. باشه چشم در این مورد صحبت میکنیم. ذهن ما بود گفتم فقط مستقیم از خود شما پرسان کنم استاد میتونم فقط شما با ما قناعت بدین کسی دیگه قناعت با من نمیتونه استاد. الله مطالب سنگ. تشکر. سلامت باشید. تشکر از شما. سلام. خداحافظ. یک حرف کاملا غلط است که ما به خاطر که عبرت شود برای مردم یک بیگناه را بزنیم بکشیم شکنجه بکنیم یا اذیتش بکنیم که درس عبرت برای دیگران شود. یعنی واقعا یک حرف احمقانه است برادر عزیز. این کسی که گفته هیچ وقت امکان نداره که یک انسان عالم دین باشه، یک انسانی که اقل از ابجدیات دین آگاه باشه. الله متعال در قرآن کریم، من سوره رو برای شما وقتی داشتی صحبت میکردید آوردم، سوره انعام آیه 164. الله متعال میفرماید در جزئی از این آیت که ولا تکسب کل نفس الا علیها. یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید که هیچ کس گناه هیچ کس دیگری را حمل نمیکنه. یعنی هیچ کس گناهی رو مرتکب نمی شود مگر آنکه مسئولش خودش هست. ولا تزر وازرة وزر اخرى. و هیچ کس گناه کسی دیگری رو به دوش نمیبره و مورد بازخواست قرار نمیگیره. کل نفس بما کسبت رهین. در آیه دیگه میگه هر کس مسئول آنچه که خودش انجام داده است. این که ما برای اصلاح جامعه بگیریم مردم رو بکشیم شکنجه بکنیم در کجای دین آمده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه اذیت شدن، این همه سختی ها کشیدن، طایف رفتن. ببینید طایف رفتن، در طایف به مردم چیزی نگفتن. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بگوین لا اله الا الله تا رستگار شوین. بزرگان ثقیف یا طایف در اونجا کودکان خودشان را بردایشان را امر کردند که این دو نفر رو با سنگ بزنن. زید ابن حارثه بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم. انقدر با سنگ و چوب زدن این دو نفر رو که از سر و صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم خون جاری شد. حتی کفش‌های مبارک زید ابن حارثه کفش‌های مبارک پر از خون شد. تا اینکه به یک باغی پناه بردن و قضیه عداس و جریاناتش در سیرت ذکر شده. در همون جا بود که جبرئیل آمد گفت ای محمد الله متعال منو فرستاده. کسانی که طایف رفتن نمیدونم کسایی که رفتن دیدن، کسایی که نرفتن چطور وصف کنم. طایف یک منطقه ای است بالای کوه، یعنی از مکه حدود 75 کیلومتر است. شما در طول این 75 کیلومتر همینطور در بین کوه پایا میرید بالا. یعنی در مکه مثلا درجه حرارت 50 درجه است، در طایف 25 درجه است. انقدر سرد است اونجا. بعد کوههای بلند است و خود شهر طایف در بین دو تا کوه بسیار بلند سر به فلک کشیده است. جبرئیل آمد گفت ای محمد الله متعال منو فرستاده، گفته که این دو تا کوه رو اگر تو اجازه بدی این دو تا کوه رو با هم میچسبانم و این قوم رو در بین این دو تا کوه از بین میبرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه فرمودن؟ گفتن نه خیر، شاید از نسل اینها انسانهایی بیایند که الله سبحانه و تعالی رو به یگانگی بپرستند. 22 سال بعد یا 20 سال بعد تقریبا بگیم، 20 سال تقریبا میشه گفت، بین 15 تا 20 سال بعد
بعد از فتح مکه مردم طایف مسلمان شدن و از بین مسلمانان این شهر چه علما، چه بزرگواران، چه صحابه هایی، چه تابعینی بودن که چه خدماتی به اسلام انجام دادن. حتی همون بدنامشون که حجاج ابن یوسف ثقفی بود چه خدماتی هم انجام داد. سرکوب خوارج، خدمت به قرآن. همون شقی و ظالم و ستمگرشون هم خدمت کرده در مقابل ظلم و جنایت هم که کرده. آیا پیامبر نمیتونست بگه که خوب کاریه، بذار اینا رو اینطوری بزنیم که خبر مکه و مدینه هم برسه که اینا هم درس عبرت بگیرن که اگر منکر من بشن خلاصه این بلا سر اونا هم میاد؟ یا پیامبر صلی الله علیه وسلم از اون قدرت معنوی و اون ارتباطی که با وحی داشت گاهی استفاده کرد که بگه سر مردم مکه سنگ بباره، یکی از اینها بسوزه، یکیش نمیدونم فلان بشه؟ نه، دین با اخلاق، با الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر. شما ببینید به پیامبر، من این آیه را خدمت شما بیارم نشون بدم. دین با رحمت، با نصیحت، با حکمت پیش میره. الله متعال پیامبرش رو تعریف میکنه، یعنی یک نوع تعجبی میکنه از این پیامبری که انتخاب کرده الله متعال. فبما رحمت من الله لنت لهم. ای محمد، تو به سبب چه رحمت الهی است که تو با آنها اینقدر نرمخو و مهربان شدی؟ سر پشت خانه پیامبر میومدن آشغالاشون رو، چیزاشون رو، زن ابولهب و مشرکین میریختن. پیامبر از در میاد بیرون، نمیگه خدا شما رو بزنش، خدا شما رو نابود کنه، شما تو جهنم برید. شما اگر پیامبر این دعا رو میکرد همون لحظه عذاب نازل میشد بر اونها. میدونی چی میگه پیامبر؟ یا بنی عبدمناف هکذا یکرم الجار. ای فرزندان عبدمناف. چیکار میکنه؟ جدشون، جد مشترکشون، عبدمناف جد مشترک زن ابولهب و ابولهب و ابو جهل و بنی هاشم و بنی مخزوم، یعنی جد مشترکشون بود. اینها رو تذکر میده که بابا جان، ما شما که فرزندان یک انسان هستیم. ای بنی عبدمناف، این گونه شما با همسایتون برخورد میکنید؟ این گونه پیامبر مردم رو به دین دعوت کرده. فبما رحمت من الله لنت ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو سنگدل می بودی، اگر تندخو می بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. فاعف عنهم، آنها را ببخش. ببینید الان طرف پیامبر رو داره اذیت میکنه. منافقین، بعضی مفسرین میگن در مورد منافقین نازل شده. فاعف عنهم، یا در مورد گناهکاران نازل شده. فاعف عنهم، اونها را ببخش. واستغفر لهم، براشون طلب استغفار بکن. و شاورهم فی الامر، با اونها در امورت مشوره هم بکن. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. الان بیاید اینو در زندگیمون تطبیق بکنیم. شما مثلا با پسرعمویتون مشکلی دارید، آیا به شما فحش داد، با شما دعوا کرد، شما با لطف برخورد میکنید یا نه مقابله به مثل میکنید؟ بسنجیم الان در ترازوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، بسنجیم خودمون رو. تندخویی میکنید، درشتخویی میکنید، بد اخلاقی میکنید، فحش بهش میدید، ناسزا میدید، یا نه با نرمخویی و با ادب و با احترام باش برخورد میکنید؟ بعد از اون آیا او رو میبخشید؟ آیا برای او دعا میکنید؟ چند تای ما امروز در نمازهایمان برای دشمنانمون دعا کردیم که خدا هدایتشون بده؟ برای کسایی که با اونها مشکل داریم دعا کردیم که خدا هدایتشون بده؟ چند نفر از ما بعد از اینکه بخشیدی، براش دعا کردی، آیا دعوتش میکنی یک روز خونت که بیا یک امر مهمی دارم؟ به طور مثال، مثلا میخوام
عروس بکنم، میخوام دخترمو به شوهر بدم، بیا با هم مشوره بکنیم. این کارو میکنید؟ پیامبر مأمور شده به این کار. و همین بود که پیامبر در 23 سال نسلی رو تربیت کرد که در 30 سال نصف دنیا رو گرفتن و به اخلاقشون گرفتن. بعضی میخوان اینطوری جلوه بدن که اسلام دین زور بوده و شمشیر بوده فلان. در چند جا اسلام شمشیر زده؟ اونم بر علیه کی شمشیر زده؟ شما میرو برید بزرگترین کشورهای اسلامی، اندونزی، مالزی، اینا رو ببینید، بزرگترین کشورهای اسلامی نگاه جمعیت، کل جمعیت مسلمان‌ها یک طرف، جمعیت اندونزی و مالزی یک طرف، یک قطره خونم ریخته نشده در اونجا. همونایی هم که در کشورهایی که فتح کردن با جنگ وارد شدن، امروز قبرهایشان زیارتگاه هستن اونجا. کدام متجاوز رو دیدید که امروز قبرشو، کدام فرمانده روس، کدام جنرال روسی رو امروز قبرش در افغانستان مردم زیارتگاه درست کردن؟ از کدام جنرال آمریکایی و فرمانده ناتو رو درست کردن؟ اما اون کسایی که 3 بار با مردم افغانستان جنگیدن، بر مردم افغانستان غالب شدن، امروز قبرشان شاهد شمشیره و شهدای ساله، اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که با زور شمشیر افغانستان رو فتح کردن. چرا قبرهای اینها رو مردم زیارتگاه درست کردن؟ چون بعد از جنگ دیدن نه، اینا اون انسانایی که میگفتن نیستن، اخلاقشون مردم رو، اینا رو اعتقاد داره که اینا اولیاء الله هستن و بودن واقعا. تعداد اندکی بودن ظالم و ستمگر در دورای اسلامی بودن، اما اکثرا از اخلاق صحابه و تابعین مردم متاثر شدن. به خاطر همین بیشتر یعنی ما بعد از بنی امیه نه تنها فتوحات نداشتیم، بلکه همون جاهایی رو که اونا فتح کرده بودن ما از دست دادیم. سبب چی است؟ سبب اونا با اخلاق صحابه و تابعین فتح کردن اونجا رو. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بله، السلام علیکم و رحمت الله. جناب استاد گرامی خوبین؟ بخیر؟ این سلامت سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. خواستم در شما یک تشکر بکنم، الله متعال جزای خیر بده. در افغانستان که میبینید که یعنی به طریق دعوت نمیشه، طریق سنت. و بعض از برادرها که وقتی ما میگیم که این روش دعوت نیه که شما مثلا طرف میگیرین موی سر زور میتراشین، به سر صورت میزنین، عضو فیلم میگیرین، در صفحات پخش میکنین، این روش دعوت نیه. یک کسی که زنا میکنه میای به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که میگه من زنا کردم، پیامبر صلی الله علیه و سلم صورتشو میگردونن، یعنی گویا که اصلا نشنیدن و یا گفتن که برن توبه بکنن. اما وقتی که به اونا میگیم این روش دعوت نیه، اونا میگه که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل میارن که من را منکم منکرن فلیغیره بیده. ما با دست خود میگیم، ما پیش روی منکر میگیریم. مثلا اگر کسی به حرف ما نکنه میزنیم، لطکوب میکنیم. خواستم نظر شما رو در این مورد پرسان کنم که آیا این درسته ما پیش روی یک منکر به دست خود بگیریم، بعدا حتی او رو لطکوب بکنیم؟ از نگاه شریع کار درسته یا که روش پیامبر حالا خیلی درست بود که اونا مثلا وقتی که یک گناهکار رو میای پیش اونا میگه می کار انجام دادم، پیامبر صلی الله علیه و صورت رو میگردن، میگه بلکم برای توبه بکنه و بالاخره. اما اینجا برعکس، مینای تو میگن که نه، باید ما منکر به دست خود منو بکنیم، به دست منکر رو نمینه که اگر رو به حرف نکنیم و لطکوب میکنیم. باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنیم. در این مورد صحبت میکنیم. سلام. جزای خیر میده. سلام. ببینید، اولا من را منکم منکرم فلیغیره بیده، وظیفه ولات امر است، وظیفه دولت است، وظیفه کسانی است که مسئولیت دارن، سلطه دارن. به طور مثال شما در خانه تان دیدید که فرزندتان موسیقی روشن کرده، در اینجا دیگه شما نمیشید بگید که آی فرزندم این کار اینطوری است فلان. نه، اول میری این رو تق میبندی، این تغییر بیاد است. بعد از اون چی کار میکنی؟ میشینی باش نصیحتش میکنی. ببین قدم به قدم است. سلطه داری در خانه، مسئول هستی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. در اینجا اولین کاری که شما انجام میکنی تغییر باید است، میبندی این رو.
دارن فیلم نگاه میکنن، فیلم بد، دارن یک عمل زشتی انجام میدن، با دست این رو تغییر میدی. بعد از اون نصیحتش میکنی. الان زدن، سیری زدن، قنداق زدن، طرف رو لط و کوب کردن، این جزاست. این وظیفه یک امر معروف و نهی از منکر نیست. اینا اصلا اشتباه فهمیدن. تغییر بیت یعنی آن منکر را از آنجا دور کردن. مثلا کسی شراب میفروشه در یک جایی، نه اینکه تو بگیری اون رو ورداری بزنی سر کلش رو بشکنی. این وظیفه تو نیست. وظیفه تو در اینجا به عنوان مسئول دولت این است که شرابخانه‌اش رو ببندی. معنی تغییر به دست این است. معنی نیست که طرف رو بزن بکش اونجا که تو شراب فروختی. این که طرف چه محاکمه میشه، شلاق زده میشه، این کار قاضی است، کار این نیست. و این رو متاسفانه فهم این عزیزان ما از دین یا حماس شدیدی که دارن ناقص است که تغییر به دست اینه که تو برو طرفی که مرتکب منکرش تو اون رو بزن. این غلط است. به همین دلیل باید کسانی که مسئول امر به معروف و نهی از منکر هستند باید علم داشته باشن. و این مهمترین چیز، الله سبحانه و تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حکمت رو در اینجا اکثر علما تفسیر کردن به چی؟ به علم. کسی که علم داشته باشه حکمت می داشته باشه. و این که اینگونه برخورد میکنن این از بی علمی است که حکمت در اونجا جایی نداره. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. جناب استاد درباره سوره انبیاء 98 یکم معلومات بده. باش چشم. سوره انبیاء آیه 98 و دیگه در مورد مذهب فقهی تو هم یکم معلومات بدید. چشم حتنش. دیگه تشکر از برنامه تو جناب، موفق باشید. سلامت باشید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گرامی. سلامت باشید. خدمت شما بگم بسیاری از این بزرگان هستن، بسیاری از این اساتید هستن، بالاخره به دلیل سیاسی یا هر چیزی حرفی که بنیامین نتانیاهو میزنه تکرار میکنن که حماس اجازه نمیده کمک غذایی به غزه بره و همش تقصیر حماس و سازمان ملل و اسرائیل خوب هست. حالا شما را نصیحت بکنید، ما را هم راهنمایی بکنید که چطور نصیحتشون بکنیم. ممنون، متشکر. تشکرشون. سلامت باشید. والا خدا هدایتشون بده. غیر از این چی بگیم؟ یعنی بیش از 100 برنامه رفتیم در مورد قضایای فلسطین و اینایی که اینگونه فکر میکنن. دیگه دعا کنید که خدا هدایتشون بده. برادر عزیزی که در مورد تفسیر ترجمه این آیه سوال کرده بودن، این 98 سوره انبیاء، الله متعال در اینجا دوستان اگر نشون بدن میگه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. این آیه در مورد مشرکینی است که بت‌ها رو میپرستیدن که شما و آنچه که به جای الله سبحانه و تعالی اونها رو میپرستید اینها هیزم جهنم هستند. اینا هیزم جهنم هستند و شما وارد جهنم خواهید شد. چون که این کسایی که بت میپرستیدن خب شکل و شمایلی از سنگ و چوب و از اینا درست میکردن و اونا رو عبادت میکردن من غیر الله سبحانه و تعالی. اونا رو واسطه بین خودشون الله سبحانه و تعالی قرار داده بودن که خطاب به مشرکین است.
و به اونها میگه که اینها یعنی این بتایی که شما میپرستید و خودتون که به الله سبحانه و تعالی شرک میارید هیزم جهنم هستید. مختصری از معنی این آیه این است. در مورد مذهب فقهی پرسیده بودم برادر عزیزم. ببینید در مورد مذهب فقهی ما یعنی ملزم نیستیم هیچ مسلمانی که مقید و تابع چشم و گوش بسته یک مذهب باشیم و تعصبی داشته باشیم بر یک مذهب، که مثلا من حنفی هستم، هر چی که در مذهب حنفی آمد بدون چون و چرا باید بپذیرم و قبول بکنم و غیر از اون عملی رو انجام ندم. این غلط است، این تعصب است و خود امامان مذاهب اهل سنت و جماعت از این گونه تعصب منع کردن. مثلا از امام ابو حنیفه ثابت است که ایشان فرمودن که هر حدیثی که به پایه صحت برسه مذهب من است. به خاطر همین ما می‌بینیم که دو تا از شاگردان بزرگ امام اعظم رحمت الله علیه، امام ابو یوسف و امام محمد شیبانی، اینها در خیلی از موارد میتونیم بگیم که تا 60-70% از فتاوایشان با استادشان امام ابو حنیفه مخالفت کردند. من در یک برنامه یک کتابی را خدمت شما عزیزان معرفی کردم که در یک کتابی تقریبا در 300-400 صفحه جمع کردن مسائلی رو که دو تا از شاگردان بزرگ امام ابو حنیفه با استادشون یعنی با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخالفت کردن. این مخالفت خودش امر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوده که ایشان امر کردن که اگر یک مسئله ای رو که من مثلا فتوا دادم که فلان چیز سنت است، فردا برای شما یک حدیثی رسید که ثابت میکرد که نه این واجب است، پس شما برید اون امر رو به شکل واجب عمل بکنید و حرف من رو به دیوار بزنید. این به خاطر همین درست است که ما در جامعه‌ای که احناف بودن، حنفی بودن بزرگ شدیم، در مدرسه‌ای که حنفی بودن درس خواندیم و در خیلی از موارد فقهی پیرو و مقلد مذهب امام ابو حنیفه هستیم، اما هیچ گونه تعصبی بر این مذهب نداریم. اگر گاهی اوقات یک مسئله رو که در مذهب حنبلی، شافعی یا مالکی یا در حدیثی به نظر ما به این نتیجه رسیدیم که این درست است و مخالف قول امام ابو حنیفه باشد، قول امام ابو حنیفه رو ترک میکنیم و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگیریم. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی به عنوان پیامبر معصوم فرستاده شده و بعد از پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین معصوم نبودن، چه برسه به امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک، امام احمد ابن حنبل. فالله متعال فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله و رسول اطاعت بکنید. و اطاعت از اولوالامر که حالا اگر به معنی علما اگر بخوایم تفسیر بکنیم، اولوالامر علما اگر باشن و بعضیا این رو تفسیر کردن به این که ائمه 4 مذهب اولوالامر هستند، اگر این تفسیرم درست باشه و این رو قبول بکنیم، در این آیه به ما نگفته که به شکل مطلق از ولی امر اطاعت بکنیم. اطاعت برای الله آمده اطیع الله، اطاعت برای رسول آمده و اطیع رسول و اولی الامر منکم و اولی الامر. چرا در اینجا اطاعت از اولی الامر نیامده؟ چون اطاعت از اولی الامر تابع اطاعت آنها از قرآن و سنت است. از قرآن و سنت گفتن امرشان را اطاعت میکنیم، از قرآن و سنت نگفتن امرشان را اطاعت نمی کنیم. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. هر کسی که میخواد باشه، میخواد امام ابو حنیفه باشه، میخواد حاکم باشه، میخواد هر کسی که باشه، تنها چیزی که مقدس است و معصوم است و غیر قابل تغییر است امر الله و رسول است. و این که انسان بر یک مذهبی تعصب بکند این عین جهالت است که خود ائمه بزرگوار مذاهب اسلامی از این موضوع ما رو منع کردن. به پایان برنامه رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان را به الله سبحانه و تعالی میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيل